چطور افکار منفی رو کنترل کنیم؟ سلام به همه رفقای با معرفت و آرام من. خیلی خوش اومدین به یه قسمت دیگه از برنامه ذهن آرام. اگه اولین باره که اینجا رو میبینی، حتما سابسکرایب کن تا هر هفته با هم یاد بگیریم چطور ذهنمون رو آروم تر کنیم. و اگه از قدیمیای کانالی، یه لایک پر انرژی بزن تا بدونم هنوز با قدرت کنارمی. حالا بریم سراغ یه موضوعی که شاید از همه چیز به ما نزدیکتره. اون صدای کوچیک توی ذهنمون که مدام میگه تو نمیتونی، اشتباه کردی، ببین همه ازت بهترن. همون افکار منفی که گاهی انقدر زیاد میشن که حس میکنی داری غرقشون میشی. اما امروز با هم یاد میگیریم چطور افکار منفی رو کنترل کنیم. نه با بی‌توجهی، بلکه با شناخت و مهار هوشمندانشون. ذهن ما در طول روز حدود 60,000 فکر تولید میکنه و جالبه بدونین طبق تحقیقات حدود 80% این افکار منفی اند. ولی چرا؟ چون مغز ما برای بقا ساخته شده، نه شاد بودن. از دوران غارنشینی مغز یاد گرفته همیشه دنبال خطر بگرده تا زنده بمونه. اما توی دنیای امروز خطر بیرونی نیست، پس میره سراغ خطرهای خیالی. مثلا اگه شکست بخورم چی؟ اگه دوستم ترکم کنه چی؟ اگه مردم در موردم بد فکر کنن چی؟ به همین سادگی ذهن ما با خودش دشمنی میکنه. و نکته جالب ترین که افکار منفی لزوما نمیخوان بهت آسیب بزنن. اونا مثل یه زنگ خطرن. ذهن داره میگه یه چیزی هست که باید بهش توجه کنی. ولی ما معمولاً به جای گوش دادن شروع میکنیم به جنگیدن باهاشون. و همین جنگ باعث میشه بیشتر و بیشتر بیان. حالا بریم سراغ چند قدم واقعی برای کنترل این افکار. قدم اول، تشخیص بده، نه قضاوت. به محض اینکه یه فکر منفی اومد، فقط بگو آها، یه فکر منفی اومد. این فقط یه فکره، نه واقعیت. ذهن رو از خودت جدا کن. تو صاحب فکری، نه بردش. قدم دوم، با ذهنت گفتگو کن. بهش بگو مرسی که نگرانمی، ولی من کنترل اوضاع رو دارم. باور کن همین جمله ساده ذهن رو از حالت هشدار خارج میکنه. قدم سوم، تغییر تمرکز. هر فکری یه انرژی داره. وقتی بهش توجه میکنی، قوی تر میشه. پس تمرکزت رو ببر روی چیز واقعی و مثبت. مثلا یه لیوان چای داغ، یه نفس عمیق، یه موسیقی آروم یا حتی یه خاطره خوب. ذهنت هر جا تمرکزت بره، همون جا رو بزرگتر میکنه. قدم چهارم، افکارتو بنویس. نوشتن مثل بیرون کشیدن سم از ذهنه. وقتی فکر رو روی کاغذ می نویسی، از حالت احساس در میاد و به شکل تبدیل میشه. دیگه نمیتونه کنترلت کنه چون داری از بیرون نگاش میکنی. قدم پنجم، مراقبه و حضور در لحظه. چند دقیقه در روز ساکت بشین، نفس بکش، فقط حضور داشته باش. نه در گذشته، نه در آینده. فقط همینجا، همین لحظه. اینجا ذهنت یاد میگیره آرامش چطوریه. رفیق، افکار منفی مثل ابرهای آسمونن. میان، میرن. ولی آسمون همیشه همون آسمونه. تو اون آسمونی. پس نذار چند تا ابر موقتی جلوی نور ذهنت رو بگیره. اگه حس کردی این حرفا کمک کرد که یه ذره آرومتر بشی، حتما با یه لایک قشنگ ازم حمایت کن. اگه هنوز سابسکرایب نکردی، همین الان اون دکمه قرمز رو بزن. چون قسمت بعدی قراره درباره یه موضوع فوق‌العاده باشه. تفاوت بین عشق واقعی و وابستگی که مطمئنم برات جالبه. و یادت نره توی کامنت ها بنویس چه فکر منفی بیشتر اذیتت میکنه و چطور باهاش کنار میای. من همه کامنت ها رو میخونم و جواب میدم. مرسی که با من بودی. من ستاره غلامرضا هستم و تا قسمت بعدی آروم بمون و یادت نره تو از افکارت قوی تری.